توصیه من اینه که وقتی که شما از اون کشوری که هستید، اون خونه، اون زندگی، اون چیزا رو دارید، فراموش کنید. یعنی فراموش کنید، پشتتون رو برید به جلو، نگاه به جلو کنید. سعی کنید برای اینکه شما تو کارتون هم موفق شید، هرچی با اتریشی بیشتر در تماس باشید، زبان رو سریعتر یاد بگیرید، سریعتر موفق میشید، سریعتر سر کار میرید. درسته. اینجاست که آدم میگه درسته هیچ خونه‌ای مثل خونه‌های ایران نمیشه. تو داری ترک میکنی، پس اون چیزی که داره میاد جلو تو باید خودت بسازی، کسی به تو نمیده و اونو سعی کنی از صفر شروع کنی به ساختن و زبانو با اونا یاد بگیری و یک چیز نوعی رو بسازی. ما داریم کسانی رو که بعد از 30 سال هنوز نمیتونه حرف بزنه یا نمیتونه سر کار بره چون زبان یاد نگرفته. و من زبان تو کوچه خیابون با اتریشی همینطوری کوچه خیابون یاد گرفتم. من 1 روز کلاس نرفتم.